صاحب اینی لرزه است صاحب که گرفته شه باش اینی لرزه است نه صاحب دست پایش سای که نه پای کاشه یعنی پای کاشه صاحب سای که دستایش نه صاحب اینی چشمای نه گرفته شه اینا میال عمله است که آماده سر ازی یعنی دو دفعه عمله شده نه صاحب یعنی که دسته کاشه خیر خدایا دیگه خدای فضل کنی باش پرت جان باز باش پس یعنی دیگه خدا فضل اینی صاحب این دکتر گفته عملیات شود دستکای شنک میبینید کارش خیلی بس استاد نمیتونه اینی لرزه صاحب که گرفته شه اینی لرزه است نه صاحب بیا بدر یک دفعه تام از اونجا ببخشید بیا این از نزدیک ببینید ویدیوی خبر نشر میکنه روان میکنه سعی کنه خب این فکر کو که دیگه میسات نفس میده دیگه پروردگار نظامی آن دانش گرفت دیدی صاحب اینی لرزه است صاحب که گرفته شه باش اینی لرزه است نه صاحب دست پایش سای که نه پای کاشه یعنی پای کاشه صاحب سای که دستایش نه صاحب اینی چشمای نه گرفته شه اینا میال عمله است که آماده سر ازی یعنی دو دفعه عمله شده نه صاحب یعنی که دسته کاشه خیر خدایا دیگه خدای فضل کنی باش پرت جان باز باش پس یعنی دیگه خدا فضل بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز، برنامه قبلی را شما دیدین، ما حرکت کردیم دیگه، چون به شما بیننده عزیز ما وعده سپرده بودیم که انشالله اگر زمینه مساعد شد ما با خود کاکا قدیر انشالله برنامه می داشته باشیم که باز شما را هم در جریان میمانیم، به خاطر از اینکه نگویی والا یا چه رقم گپ زدن و مگم در عمل ما چیز ندیدیم. دیگه ما فعلا این شما در تصویر میبینید که روان هستیم به طرف خانه کاکا قدیر. فکر کنم که متفلک از او را برای ما زنگ زده بودن که از شفاخانه جواب داده دیگه، چون در شفاخانه افغانستان تداویش نمیشه، جوابش داده دیگه. بریم از نزدیک ببینیم که چی گپ است. حنیف جان چطور؟ قربانت قلندری شما بخیر. ما هم بنابه خود سلامای خود خدمت هموطنان عزیز ما تقدیم میکنم و واقعا سخت متاثر شدیم، سخت جگرخون شدیم از اینکه بی‌دردناده در یک وضعیت قرار داره و دکترها هم جواب داده بودن به شفاخانه فرانسوی تا شفاخانه فرانسوی هم جواب داده که دیگه یک دوا بود بر امداد که نمی دوا تداوی آخر است دیگه قابل تداوی نیست، توکل به خدا دیگه. سخت متاثر هستیم. بریم از نزدیک کاکا قدیر را ببینیم خودم در چی وضعیت قرار داره و شما دوستا هم تصویر میبینید که دیگه جزئیات خودش از زبان خود براتون بیان کنم. ما ولد زیاد جگرخون هستیم، هیچ نفهمیدیم متومیز چه رقم آمدیم دیگه. فعلا هم در مسیر راستیم، انشالله یک چکر بریم کاکا قدیر از نزدیک ببینیم، باز انشالله دوباره برمیگردیم صحبت ها را همراه خودش ادامه میدیم که خودش جزئیات از زبان خود براتون بیان کنم. بخیر باشی حنیف جان، تشکر، سلامت باشی. به خاطر از اینکه ما شما به بیننده خودم وعده سپرده بودیم که هر اطلاعی پیدا کنیم انشالله در جریان میمونیم. شان بیننده عزیز برنامه ما را تعقیب کنیم انشالله که
خود کاکا قدیر چون حالا ما در مسیر راستیم از نزدیک دیدیمش هم انشالله باز گپایش و گپای کتش داریم شما را هم در موضوع شریک میسازیم انشالله و خیر باشید عزیز. خب هموطنان گلم سپاس از اینکه تا این دم بیننده برنامه ما خیلی ما را تنها نماندید. بالاخره ما رسیدیم به خانه لالا قدیر. پرسنپال کرده پیدا کردیم. ترقص میزنیم ببینیم که لالا قدیر هست در خانه. خدا که باشه. حالا بسیار خوب. سلام علیکم. سلام لالا قدیر. رئیس محترم جان جور تروریست. السلام علیکم. لالا قدیر خان خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خیرید قربان سلامت باشی بخیر باشی. صحتمند هستیم ان شاء الله بخیر آمدید. بیاین لالا قدیر پیدا کردیم. بیاین ببینیم چی میخواد. برو قلندری. بفرما. برو قلندری سه بیا قلندری سه. صحتمند هستی؟ بیا دیگه. قربانت لالا قدیر خودت خوب هستی؟ بخیر هستی ان شاء الله. زنده باشید بخیر باشید. بیاین دیگه بله. یا الله خیر. بفرمایید بیا متکای کرده کافل میکشید. خواهش میکنم. بیاین دیگه سر بیاین بسر بفرمایید. بیاین دیگه. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش باشید لالا قدیر. بخیر باشید. بیش قلندری سه محترم. بشینید. چطور هستین؟ قلندری سه جور هستین. صحتمند هستین. خوب هستی لالا قدیر. بخیر هستی. قربانت سلامت باشی. بخیر هستی. جوانم که میشه کل ما رو بگیره. دوستان عزیز بالاخره ما رسیدیم به خانه لالا قدیر. درا براتون گفتیم که هدف از آمدنم ویدنه به خاطر چی است. لالا قدیر پیدا کردیم. ما ولد لالا قدیر بسیار جیگرخون سینه بندیگت به در ماده خبر شده. رئیس به دفترم به معاول داد که در نظرک بس نفخانه جواب داده بیخی. ما دمیران ولایت نفهمیدیم تا پیش خودت چه رقم آمدیم که در آرام غلط کرده بدیم تا بالاخره که خودت پیدا کردیم دیگه کمره و مایی که ما در خدمتت دوستان در خدمتت خودت دیگه جزئیات از زبان خود ببینیم دایما بیان کن. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. ینگه ما چطور است؟ والا خوب است دیگه آقت مزی از وام نیست دیگه به این خاطر که فشار از بالاست دیگه به خاطر که اما گپ آقیتش کمی تفلک جور نشه هر وقتی که سونی طفل سعی میکنه این شبخانه آورده من سه روز میشه که باز شبخانه تا طور آورده میره دیگه هر وقتی که سونی سعی میکنه نمی جگرخونی و غم و غصه است دیگه نام خدا و نصیحتش دیدی که دیگه چی رقم است دیگه فشار زی بالا میره و مالا در نمی دوا و دکتری سک این همیالم دختر کاکا خسرو ما خواستیم اندمو خانه هستن که نمی کار خانه را میکنه یک جمع جارو یک کار میکنه که مقصد یک زندگی تیر میشه اون نسمی گل و مریض لبو خانه طفل ما رقم مینمیم بس طفل این ما 3 روز میشه شبخانه آوردیم دیگه این روز اشکم نزیم پون دیره این همی صد ما امرای شما در تماس بدیم اگه نه مسئولیتی والا 8 بجه ده پس شبخانه میبردیم به خاطری که مشکم زیاد پون دیره از این طفل دیگه به خدا هنی جان دهی توازیت هستیم که خدا هیچ مومین مسلمان ای رقم مریض در خانه نده بس خصوصا طفل والا همی دکترها که کلش مکمل ما را جواب داده میگیره یعنی کل چیزش ما بر شما میارم نشان میتونم سعی کنید که ما چه غیر از تحت تاروی گرفتیم مگم هیچ نتیجه نداد دیگه دکترها جواب داد که به خاطر که 30,000 خون زی میکروبیست که شما میارین داخل بستر وقتی که ما ایره داخل بستر میکنیم قدرت ما داخل است ما اینمی کار میکنیم که خون زیر در 20,000 برای شما میسازیم وقتی که خون زیر 20,000 میشه بازی یک ذره چشم خدا روشن میکنه قلندری سه خوب میشه با شما ایره خانه میبرن ایره خانه میبرن یک 3-4 روزی که تیر میشه هرچی که ما دوایشو میتیم که دکتر داده پس خون زیر در 30,000 میرسه وقتی که در 30,000 رسید با سرزی حمله میه با سرزی دیگه قای میکنه دیگه وضعیت زی خراب میشه باز دیگه چاره نمیفهمه میره به در طرف دکتر بیننده عزیز ما خو برای شما وعده سپرده بودیم که انشالله ما بتونیم کاکا قدیر با خود داشته باشیم که همه گپا را از زبان خودش بشنویم دین روزا ما
بسیار کوشش کردیم که در شفاخانه تصویر داشته باشیم چون انجام ما گفتیم به دوستا و بیننده‌های ما درباره خودت براشون گفتیم، ما وعده کردیم که اصلا که انشاءالله نزدیک تا قدیر میبینیم. اگر بیادر نادر از نزدیک بیایید ما ببینیم، بیننده هم ببینن. ما والا این کل چیزایشو می‌نویسیم موجود است، می‌بینیم که نزدیک کنیم براتون بیارم ببینن. خیر اون رو ببینیم، نقصاشون ببینیم، خودشون ببینیم که اینی سندایی که ما کلش جمع کردیم. این دوسیه را ببینیم که ساده طفل نامش هم نوشته است، مروه بنت قدیر. کلش این سعی کنیم رخصت شد مریض مروه عبدالقدیر مورد مربوطه. این کلش این دوسیش است مکمله. یعنی دوسیش دار بده دو دار بده کاملا خیلی گرفت. اینی سگ اینی سه و شبخونی فرانسه است پرندری سه. یعنی سه از شبخونی فرانسه است خونیش هم معاینه کردیم که بعد از من نتیجه خون اینی هم را جواب اینی نقصایش است. این سبه از سیات سایکو اینی نقصایش است. دوایش هم برات میارن دو خنال دوارم کلش برات میارن. اینی نقصایش است. یعنی میبینی اینی کلش یعنی نقصش است. نامش هم نوشته است در کلش. اینی قلم دواره که خارج شدیم دادیم که بسیار دوایی است که اونا برات میارم که اینی بسیار قوی دواست. کلش نامکش هم نوشته است. کلشی نقصه است که بخور. اینی نامش نوشته. اینی کل چیزی جا پشت هم نوشته است. میبینید نتیجه سرش. اینی عکس سرش هم کنده. این همون چیزی است که زن میایه راپورش میگه چی میگه. این راپور عکسش است. دیگه اینی عکسش است که این تقریبا که میگه چی حسابی داره. اینی عکس های زیسته. این تفلک هم برات میارم. برم بیارم میشه. هم تفلک هم بیار کنید. دوستا هم ببینم. نه بیننده عزیز سایل کنه واقعا بسیار جگر ما خون شد. بسیار زیاد یک طفل که برادر طفل نوزاد به این شکل این رقم نقصه و قدر زیاد خودتان قضاوت کنه بیننده عزیز. واقعا که بسیار جگر ما خون شد. چقدر پیدا شده ای دوا؟ آفرین لالا قدیر. ما که گفتیم هر کدامشون سعی کنید شیخ این بستر پیسه میگیره در بستر اون خو نقصه باز نمیده. هر شبه که تیر میشه فکر کو که شفاخانه است تا 4000 3000 2500 افغانی از بسترش میگیره. خود از این عمدنیت یک وضعیت بیننده عزیز. اینی تفلک است. حال بسیار وضعیتش خراب است. میبینی؟ خواهان شفاخانه چه خوب مقبوله کرد نام خود. همیارم نفسش قید است. میبینی؟ سو متوجه شو گوشت بگیره سینش. این طرفیت هم زیست دوستا هم ببینم. این سرک شا میبینید سرک شا همیست استاد میبینید چقور است. میبینید چقور است اون سرک هایزی. این دکتر گفته که عملیات شوند. این دکتر گفته عملیات شوند. دستکای شنک میبینید کارش خراب است. استاد نمیتونه. سینهش متوجه هستی. باز انرژیت به نام انرژیت یک مرض است که گفته برای 6 ماه دوام میکنه. گبانه سینه زی قید است قی میکنه. دیگه سعی اولنور یک چند دقیقه میشینیم سعی که وضعیت زیره که چی میشه. خوب پیش میخوای خودم بغل خود بگیره. ما شما گپ میزنید در چی حالت پیشی لالا قدیری نبیسی که جدکم میکنه سعی زیاد. یک کلمه در بغل میگیریم مثل که یک آدم برق میریم تکان میخوره. جدکم میکنم. بازینی را دکترها گفت که دیگه توکلت به خدا کن. هرچی کمی 2-3 روز پیش غزنی برده بودیم شمس اینو تویزم در گردنش است. در شمس بردیم در ملا بردیم. دیگه والا ملا ما میگه پزد گفت همی دوای دکتری که چیز داده بتش دیگه ایره پیش دکتر گفت نبر.
میره گو پیش دکتر دیگه ای نمیتونه گردن خود گرفته نمیتونه میگه گردن خود نمیتونه گردن گرفته نمیتونه جون خب همه تنهایی گلم حدیدان دل علاقمندای لالا قدیر شما وجهت لالا قدیر میبینین بیادرزاده را آورد تفلک شما میبینین که قندولی تفلک است که مقبولی و زیبایی تفلک است که همه خب کار خداوند است ببینین که در چی یک وجهت دوستای عزیز این نقصهایشان دیدین دوا ماینات هم از چیز شما دیدین دوستای عزیز و وجهت لالا قدیر هم خبر دارین که در چی یک وجهت است بازم خواهشتان هم ما خواهش میکنیم یعنی یک گپ میزن گل بشه در تلفن اگه میگه نشان میتونم یک تصویرش که املاک به سرش میاد نه آنم ولی معلوم میشه گردن گرفته ایدم کلگی دوستا خودت ببینم گردن نمیتونه همه تنهایی گلم دوستای عزیز لالا قدیر تنها نمانه دعای خیرتان هم فراموشش نکنید در حق تفلک هم دعا کنید در حق نسرین گل هم دعا کنید و یعنی کمکش امروز کوشش کنید امرای لالا قدیر کمک کنید از بابت توانتان حرکت نداره پایشم در پای نمیتونه دوستای عزیز لالا قدیر تنها نمانه نظر بابت توانتان هر چیزی که دستتان میتونه لالا قدیر کمک کنید تا از این وضعیت خلاص شوه و هی هم کمک که میکنید شما هی یک ثواب است که خداوند هر جسن نصیبتان میکنه و حج اکبر است و زیبایی تفلک است هی کنه یعنی رسایی کمک یک تصویرش نشان بتون در حالت میشین کاکا قدیر این 500 نه بانه نه بانش نه گپی نیست پرندریسه شتم ما خیلی پرندریسه زنده باشی باش جان باش نه امی تفلک ببرم تفلک ببرم ایدن آرام میکنم باش ببرم این ایام از طرف کمرمین مولانا زنده قدیر باشی خیر ببینی به چی چند هستی بیننده عزیز واقعا واقعا که واقعا بیننده عزیز که نیازمند است کاکا قدیر بعد شرایط است کمک کنیم برای کاکا قدیر طفل خانه بیننده عزیز شما طفلک کاکا قدیر در تصویر دیدین واقعا که بسیار وضعیتش خراب است که حالا ما یک گپ بسیار خطرناک شنیدیم که دکترها جواب داده ایره خب بازم خداوند از شفاخانه خود سعی کنید یک تصویرش قلندری سه بینی والد بشه همیال ما میترسیدم که ایجا بردم اما سلفه رکت که گفتم کدام عمله نبیم و شما جگرخون نشیم و خاطر ازمی مزود کشیده میشه اولاددار است مرد طفلدار اولاددار هر کس که ببینی یعنی صاحب شما ببخشید این لحظه صاحب گرفته این لحظه بیا بیادر یک دفعه تام از اونجا ببخشید بیاین از نزدیک ببینیم ویدیوی تا باید نشر میکنیم روان میکنیم سعی کنه خوب این فکر کو که دیگه می سات نفس میده دیگه پروردگار نظمی آن دانش گرفت دیدی یعنی این پاس در کما میرینی تو میشه قلندریسه فکر که دیگه نمی 2 ساعت 3 ساعت رفت دیگه اگه دوال بیای دیگه خدا مهربان است اگه نبی دیگه نه میبینی که نه بیخی سونه صورتش که میبینی قلندریسه سونه مادرش رفته سونه می نسرین گل گپی دکتر مگم از داخلی رسای کنی مثل مرتر کنوری شده دواره که سعی کنی دوایش بیخی ازت به بالا سعی که دوا رسه اینمی دواره تمام روز میخوره از کل زیده نوبت بریزی میتیم این یا سعی پیچکاری سن این یا پیچکاری سن صاف پیچکاری خطرناک یا پیچکاری سن کلش نبینی یا پیچکاری زده حمله است دی دوام زده حمله پیچکاری داره دی دوام زده حمله پیچکاری داره این قلندری سب اینمی تفلک است اینجا که در شب خانه بستر است سعی که
اون ماشینا میبینی اکسیژن و یاس که نبرش ایده شبخانه اتاتور است بیخی شبخانه رو بیخی در رسمیات میشناسه که میبریم برای ما دکتر میگه ما اینم همکاری که تو میتونیم که از 30,000 خونه زیر ده 20,000 میرسونیم برای باز خانه ببر بک چند روز باز کنه 30,000 شد میکروبی خونش بالا میشه حتی از دسته که بالا میشه در کل وجود ازی مثل یک بخار وری مثل یک دانه وری کل جان ازی میشاره همیال مگه میگی ما بیارم باز تخت پشتش تخت پشت سایکو فقط میگه که سرخکان کشیده اینو می کلش دم پشت ازی میبرایه یکی زور سر ازی می حمله میه طفل بسیار خورده است طفل خورده است دوا اینجا از حمله که حمله اومد دیگه رفته ایده خانه انداخته میشه میبینی دیگه به خاطر که اینجا اصحاب آرام انداخته میشه یار فکر که در کماسک دیگه که هر وقت دوال آمد 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد اون دیگه دوال بیه دیگه دکتر گفته که حتی در خانه شیشته باشه نی خواه باشه یا میتوفیده باشه زنگ تلفن باید بلند در خانه نبیه یک دم زنگ بیه بدر کمی زنگ بیه سریزی باز حمله یا ترقی بازوره بشنوه یا سر صدای بازوره بشنوه اینی گپا را بشنوه با سریزی حمله قوی میه بسیار حتی از امو ما را نکردن خود دیدی کلشه نه دیگه توکل به خدای کریم و رحیم دیگه ما والا ایده برات بگم قلندری سر که ما در زندگی خدای خود براتون وقتم گفته بودم قبلم گفتیم مالیم میگم که ما بسیار بار کلان دادم روی ما بود همی آریسیانه مگم من احتیاج و محتیاج نشده بودم مگم امروز که در این حالتی که قرار دارم توی نقصار بیبی کل زیر پیسه زیر حساب کو که دوا چقدر قیمت دارد چه قضا مطاره کشیدیم مگم امروز مگم واقعیت مرا احتیاجم کرده از پای دستم انداخته زندگی مرم خراب کرده از کار و بارم افتادیم باز خصوصا که در یک خانه 2 مریض باشه حال نسرین که از فشارش بالا میره انعازیتش بیخی خراب است او روز پیش دکتر بردیم اینمیج سر زوم یک املامت میگه خدا نخواسته کوشش کنن که پاکستان یک جای ببرن که تادویش چربی خون ازی بسیار بالاست که دینیج سر کدام رگ اعصاب از چی رقم است اوش 4 رگ بنده 4 رگ بندش بند انی جان که گفتی نکفه ایره گفتادوی کنن که اگر ای کفید از نسرین گفته که باز دست بوشی کنه می رنگ اعصابش کفید گفتی از بین میره ای قلندری صاحب در هر صورت ای طفل بخی تکلیفش که سونزو میبینیم می یادم میره سونزی که میبینیم می یادم میره حیران پیش خداوند تعالی ماندیم در کار نمیرم دبار نمیرم تمام روز در میخانه هستم که سرزی عملر نبیه سرزی عملر نبیه شب معلوم نیست روز معلوم نیست نمیچه دم بغل میکشیم دم موتر خودم میندازیم میریم شفاخانه اونمو شفاخانه تسالی دل ما هست که موجا میرسیم یک اکسیژن میتونیم روز من نیت دارم ساعت 4 بجه که یک دکتر گپ زدیم دیگه طالع ما گفت صبح پنجشنبه دیگه صبح جمعه شنبه بیا یک اکسیژن میخرم از پیش از با که مبلغ 6500 روپیه اکسیژن میته دیگه برام پر میکنه و میارم در خانه میمونم باز اگر شما دیدن پر کرده برام باز اگر شما دیدن دیگه باز دم خانه بین شاید اکسیژن هم گم چی خیر از تشویش نکو خداوند مهربان است بیننده ما ان شاء الله از دعای خیر خود و هر کمکی که داره بیننده عزیز اینمی شرایط و وقتش است واقعا اون عملا دید شما که واقعا نیازمند است و کاکا قدیر بیچاره در بسیار یک شرایط بد قرار داره کمکش کنین که تا خداوند شما را کمک کنه و از همچی روزگار خداوند شما را در حفظ زمان خود داشته باشه هر چی که از واسه توانتان است این مهم نیست که کسی کم باشه یا زیاد باشه هر چی که در واسه توان هر کس باشه مشکل نداره که تا یادم خدا نجاتش بده و همی کمک شما و از کل ما و شما که تا خداوند از این تو روزگاری را نجات پیدا کنه می تفلک خصوصا باز تفلکش چه خوب یک تفلک مقبول واقعا اینمی حالا ما حتی گپ زدن نمیتونه میبینی دوسیایی هست که هم ایسی بیادر کل از یانه فرانسه یا شپاخانه است ده یک شب 13,000 قرض و هم کنیم ببینیم مصرف کرد 13,000 دارم پو شبخانه هستیم او را زنده گفتیم ما را کردیم 500 بیاره 1,000 بیاره 2,000 بیاره ما والا درباره گفتیم به دوستا و بیننده و کلگی گفتیم که
ما میخواستیم که در برنامه قبلی خودت باشی از نوان خود براتون بیان کنی. گفتیم که نسرین گل وضعیت خراب بود و در نادام خراب بود. لالا قدیری آمده نتونن پیش ما که خودت در برنامه بیای. ما از حالت از وضعیت مشکل است والا، به خاطر از اینکه قدیر مشکل است، تو دو مریض داری. از خانه تو که بیری در کاری مریضا را که غمش بخوره و باز ساس حقیقت مجبور است. من نیست استاد کی طرز میده. خب یا خدا مهربان خلق خلاص کنه، خداوند می تفلک از خاطر کامل نصیب کنه. گل از خاطر کامل نصیب کنه. پیسه را اون که مریضسون دی 100-200 که ما کار میکنم. دی خواله که بیادر گل امونان خوش در خانه دیگه که شوا. بله. کو کار در افغانستان. جاتر کی کس نداره که بده. زنگ میزنی 500 1000 بیار بریاز خدا در پوش افغانه سیم کنه می دوای زیشا. این میار نقصه رو میبینی هر کدامش از 1700 600 این کل زیر دکتر نشان زیره ده. این میره فکر که در پیسیر ما چی رقم درست پیدا کنه. یعنی با والای قسم است که نمیالش کم زمین طفل پول دیده ما نیت داریم پیش شفاخانه ببریم ولی ایران ماندیم که میریم چی رقم ببریم. آدم شبخانه که بوری شبخانه دولتی است. اونم مریض داخل بستر که برد نقصه شد آدم میره دوا آورده برو کتاب غری ساعت پیدا کنه. بیخی دلم سیاه شده نیست استاد. دیگه یک چورتم خراب است نمیشه و روز خودم غم من دندان خودم ایره دین روز رفتم که بکشیم دکتر کشیده نتونستی که زیاد پنسه کوی گپا زد کشیدم نتونستی توته بود. این دیگه کرختی کرده بود نمیفهمیدم گفت سبا برقا بیاید عرم میکنم و چرخ میکنم دوا را دادم و بیارم دواخانه است. دوا را داد آوردیم شاو فتری پول دیده که دندان است اصلا بینه نان خوردیم دشکم گوشتن مگولی دوا را خوردیم. یعنی ما دوای مزو خانه میرم سعی کلش دوای دندان است. خود ما در این وضعیت میالاشه من پاک بیادر گل تکه شده. خود ما رفتیم تا شام دکتر کشیدم نتونست. این توتا سیجا یکی زیاد پنسک یازد که رختی بود نفهمیدم. این شو که ما آمدیم گلیا را خوردم این حالا بیادر این تکه شدید بیره مرا غار کردی دکتر نفهمیده. خود ما در این وضعیت بخورم. ایران مانده پیش خداوند تعالی. دیگه نمی دوستا و قریبا و نمی بینندای ما هست. خیر ببینن که ما بسیار همکاری کردن، بسیار نظارات خدا دادن برای ما. در وقتاش بسیار کردیم ما زحمت ها را کشیدن. در وقت نسرین گل که وقتی عروسی ما بود دیگه پای ما بود بسیار بیننده ما را کمک کرد. کمکم والا در قصه از اوش نبودم. اگه این روزی که سر ما سخت آمده این مشکل مریضی آمده مگه ما از بیننده خود تقاضا میکنیم که باید ما کردیم ما 100% یک همکاری یک راه نجات ما را باید پیدا کنه. توکل و خدا مهربان ما درباره خودت به دوستا به بیننده و علاقه‌مندای از وضعیتت از حالتت واقف ناختی میتونن آگاه ناختی میتونن براتون تونین که در جریان نیستن در جریان هستن دیگه باز ما خواهش میکنیم لالا قدیر تنها نمونه. قلندری سبسه ما کرافیده به خدا ما را همسایه جواب دادن قسم بودم جواب هم داده که سه ما کرای ما را بده یعنی خانه را تخلیه کنه. به خدا هر وقت که در پشت خانه میه بیخی مریضی ما دوچم میشه. 4000 پای خانه را ما کرا میده 3 اتاق داره. یعنی 4000 پس 3 ما کرا مانده. او آدم گفتم که ما خود مریض داریم. ما خود چی حالت هستیم میگه صحیح خود هم مریض داریم ما مسلمان هستیم میگم مگه ما از تو بهتر هستیم. این می کرای خانه است که ما زندگی خود پیش میبریم و میخونیم قلندری سر. او آدم هم بعد این 3 ما کرا مانده دیگه ایران ماندیم که چی کنیم از خانه میشو. تو راست کاکا قدیر یار بیکسا خداست. بله ما شما کل ما رو توکل ما رو به خدا میکنیم. خدا هر چی که بخوایم خواهم میشه دیگه و دوم دیگه انشالله بینیندام تنها نمیمانند بیا خیر باشه. ما هم در کنارت هستیم منیف جان هم هست رئیس دفتر همگی هست. خدا باشه در قدم اول پروردگار است و خاطر ازی که کاری را کو کنه هیچ کسی کرده منیف جان اگه میگی ما همه چیز دوای زیر زخانه برم سعی که دوای زیر چک کن که چی داره. خیر اون ویدیوی سنوسان دادی با ویدیو را ما در جریان در برنامه من دادیم ویدیو دا کلگی میفهمند دیگه. ویدیوی عمل همین دادیم که دوای شربت حمله آمده بود. میخی از نسرین همی دوا غلط میشه ما خود میشینه میگیش. ما دیدم ما عکس دیدم در موبایل بیخی قبوتل است که هست خود دوا بود. دوا نبودم دمو خانه. دوام کلش دوای دمو خانه تو درای دمو خانه شتنی موتورسایکل کیدم یعنی چقدر دوا. چندگی سپورس. او دو میشن جان ای که در دنیا پیدا شده شیر مادرم نخورد. این شیر به نام الفا کتی 200 روپا میخرم کتی آیایی نیست نمبر 1. وقتی که مو شیر میتم میخوره که وقتی می 2 دقیقه تیر شد اینمی سلفا که میایه کل زیر قای میکنه. دیگه در فکر کو که از
شیر که در دوا را زیاد میخوره در زور دوا سیراز او این تک سلفا سرزی میایه 5 دقیقه 6 دقیقه که تو کبوت میگرده نال ما شما یه سیستم اگر دو خانه سلفه شالی آمد باز من میرم ماجل اموری میارم نه با شما عملی سعی کنین که ما سلفه زیره یعنی دکترها میره تشخیص نتونست همی سینه زیره همی سلفه زیره دگه پی دکترها گفت انرژیت هستی این انرژیت شده تقریبا 6 ماه دوام میکنه اگر خدا بانش دم 6 ماه خود به خود از جانیزی میره اگر نمانده گفت کار خداست یعنی تو باور به خدا که یک سلفه زیره یعنی کل کابل کستاده بی نتونست یعنی هر کسی که میکنه هر بیننده ما که میبینه ما را هر دکترای ما را وقت هم گفتیم حالا میگم از کل دکترها نمی خواهش خدا میکنم که اگر شما واسه قدرت دارین در تاداوی ازی میفهمین میتونین با خود می برنامه ما پیام کنین آدرستان بتین که ما میره با شما بیاریم تاداوی کنین همین یک همکاری مسلمانی را می دکترای ما همراه میکنم ما خو وقت هم گفته بودم از کل دکترها تقاضا کرده بودم که چون برنامه ما را میبینه با ما آدرس خدا بده که ما هم طفل بیاریم اونجا اگر همی خدا مهربان است تاداوی شه یعنی در دنیای خدا ما را خدا نمی یک دختر داده اینم یک دختر داده تو باور به خدا که تمام روز زنیم بغل ماست کمی سلفه میکنه دیگه میکنه کل ما بر خطا میشیم که ده حمله نره اون حمله را خودی اینیش خطرناک است دیگه اینی تو رنج میکشیم صدقه از خداشم چقدر رنجا را کشیدیم با قلندری صاحب معلوم بود چقدر ما را کشیدیم وقتی که ما کدی نسرین جور آمدیم زندگی ما جور شد پس خانواده ما جور شد کدی خسر جور آمدیم کدی کاکا خسر و کدی نیا جور آمدیم کدی خسر برا جور آمدیم امرا انجینر صاحب زندگی ما که جور شد نه آرام شدیم خداوند تعالی تفلک برای ما داد آل در غمایزی ما غرق هستیم خداوند خودت متفاوته ما هم در حق خودت در حق نسرین گل حق تفلک دعا میکنیم زنده باشید بیننده و رقمندایتان هم ما خواهید کردیم که دعای خیر خود شما را فراموش نکنه و گفتیم هر توانی که دارن برابر توان خود کمکت کنن تنها نگذارند ما در غیاب خودت هم دوست و رقمندایت خواهید کردیم از حالات جریان مریضیت همه چیز آگاه هستند دیگه بازم تفاده خداوند است تشویش نکن چیزی که رضای خداوند است ما بنده هستیم بر رضای خداوند تسلیم بودیم تسلیم هستیم دیگه توکل به خدا بازم خداوند خودت نفاده است درست کاکا قدیر خداوند خودش که بنده خدا امتحان میکنه این بنده ما چقدر صبر و حوصله داره آدم دیگه گفته نمیتونه خداوند از کی راضی است این هیچ کس گفته نمیتونه خب فقط اینمی حالا خیلی ما اینجا دیدیم که نقصان به نهایت زیاد است دوایشان مونده موبایل عکس گرفتی دیدیم به نهایت زیاد است ما حالا این ایران ما نگیر پیش رقم گپ خودت که حساب غلط میشه از آدم که از کدام از این زودتر بایدید دیدی از کدام از اینتی دیگه یک طفل بسا خورد و این رقم دوای ثقیل مشکل است خب فقط از دست ما خدا چیز پوره نیست یک دعا است ما در حقش دعا میکنیم که خداوند شفا بده به خاطر از اینکه از خودت این تفلکت است چون به بسیار آرزو و ارمان هر پدر و مادر واقعا یک آرزو و ارمان داره که وقت طفلش به دنیا میه یک توقع یک آرزو یک ارمان داره که خداوند تو را با ما آرزو و ارمانت برسانه این حال قلندری صاحب گپ ما میزنی گل بدرش حرف دانت گرفتم دیگه دکترایی که دمی آخرین دکتر ما اینمی فرانسوی ها بود میبینی جنه فرانسه نوشته است نه اینمی فرانسوی ها از موره کمر جو که کشید ایره که تشخیص کرد گفت یا پاکستان ببری یا هندستان این سرزی میکاسی سرزی ورداشتش سرزی شوی شود که به خاطر کل مشکل در سرزی دمی حساب ازی است اگر اورام دیگه او کار خداست که اگر جور شود دیگه بیخی دیگه گفتی را نداره اینا رو ما از کجا کنم پاسپورت ویسه یا هند برم یا پاکستان برم دیگه یک نفر دیگه گفت در تاجیکستان بازار مشترک یک پاسپورت بگیری مرا گفت همراه نسرین و همی طفل گفت در یک پاسپورت ذکرت میکنه دیگه جور میشه باز میری ایرتان از ایرتان داخل تاجیکستان میری باز به خاطر مریضی گفت اونجا میشه که تاداوی کنی ازبکستان دیگه اونجا هم گفت دکترای هست که کار میکنه اگر پاکستان هم بری تو مجبور هستی که 3 پاسپورت بگیری تا به این مریض هم بگیری دیگه ویزا میشه اینی مصرف هم یعنی جان خیلی ما از کجا کنیم
ما امروز خدا و رسین قسم خوردم اون به پروردگار که ما در این طفل قضار شدیم، پیسی نیست بزیم اقصا سر ما قدرش مونده. ما نمیفهم که کی آورده در شبخانه برای ما که ما از کی قضار هستیم که تا روزش بیایی که ما پشت پیسه به ما بگم خیر ما از کجا کنیم. خب الله قدیر خداوند مهربان است. ما به دوستا و بیننده و علاقه‌مندای خودشان خودت دید تفلک هم دید همه چی ندیدن. خداوند مهربان است، اینا هم کمکت کنن دوستای دید. الله قدیر تنها نمانین، دعا کنین در حق تفلک و نسرین گل و کمک مالی کنین تا بتونه از همین جنجال از این مریضی خیلی تشویش نکن، خدا مهربان است، خیر است. این گپ نه. وضعیت الله قدیر میبینین که در چی وضعیت است. ما هم سخت متاثر و سخت جگرخون شدیم دیگه. وعده که برتان داده بودیم هنوزی آمدیم الله قدیر دیدیم، وعده خدا پورا کردیم. تا دیدار بعد برنامه بعد شما را بالای بینیاد می‌سپارم. شب و روز خوب و خوش داشته باشید. الله مددگار.